مدیریت اطفایی ولایت بلخ از شروع سال 1403 الا اکنون 86 واقعی حریق را به اسرع وقت توسط پرسنل مسلکی و مجاهدین این مدیریت خاموش گردیده است. جمله خساره طور تخمینی آن کمتر از 12 میلیون افغانی خساره‌مند شدند. نجات آن طور تخمینی بیشتر از 100 میلیون افغانی می باشند که از جمله 8 سیمینار اطفایوی بوده است و تعداد 136 سروی اساسی و کنترلی انجام شده است. برای مردم خود از طرف مدیریت اطفایه اطمینان میتم انشالله ما پرسنل مسلکی تیم سیار نوکروالی 24 ساعته فعال داریم. مردم میتونن از طریق نمرات اطفایوی 101 ما فعال هستند و یک شماره 050 226 44 ما همه روزه 24 ساعته فعال هستند. نوکروالی ما فعال است. مردم میتونه زنگ بزنه. خدای نخواسته کدام حریق واقع شوه انشالله ما در خدمت هستیم شب و روز انشالله. ما اینجا در شب و روز در خدمت مردم و هموطنان عزیز ما هستیم. سروی ها داریم، سروی اساسی است، سروی های کنترلیست است، سروی مشترک با ارگان های از قماندانی امنیت است، مدیریت استخبارات است، و ارگان های زیربطی که در سطح شهرک بندر حیرتان است. دیگر شرکت آستراس است، مواد نفتی است. ما روزانه از طریق تیم وقایه و نظارت ما تمام شهر شرکت ها را، تعمیرات هم، حتی تیل فروش ها، پترول فروش های سیار ثابت که در داخل شهر اونا فعالیت دارن سروی میکنیم براشون از طریق بالون های ضد حریق یا یگام چیزایی که در برابر اطفای حریق به کار برده میشه براشون راهنمایی میکنیم که اینا را توجهشان بگیره که جلوگیری از حریق های دلخراش در شهر شود.